یکی از بدترین اتفاقهایی که تو محیط کار برای افراد توانمند میتونه بیفته، تجربه قلدری خاموش از طرف همکارها یا مدیرشونه. سایلنت بولی زمانی اتفاق میفته که با روش‌های پنهانی و غیر مستقیم جایگاه شغلی فرد تضعیف میشه. مثلا کارشو کوچیک میکنن، وظایفشو بی اهمیت جلوه میدن، تشویقش نمیکنن، بهش پاداش نمیدن. این نوع رفتارها به مرور زمان انگیزه، اثر بخشی و حتی سلامت روانی فرد رو تحت تاثیر قرار میده و میتونه باعث اضطراب، فرسودگی و حتی افسردگی بشه. یادتون باشه که این نوع قلدری چون آشکار و مستقیم نیست، شناسایی و مقابله کردن باهاش سخت‌تره. چون معمولاً قربانیان سایلنت بولی باهاشون اینطوری برخورد میشه که حالا مگه چی شده؟ چرا داری بزرگش میکنی؟ مشکل از خودته. چرا حساسیت زیاد به خرج میدی؟ در حالی که معمولاً این یه استراتژی آگاهانه برای تضعیف اون افراده. حالا راه حل چیه؟ قدم اول اینه که متوجه بشین چه اتفاقی داره میفته و خودتون رو سرزنش نکنین. قدم دوم اینه که از یه فرد حرفه‌ای کمک بگیرین. چون کمک گرفتن مستمر نه تنها باعث میشه که کمترین آسیب رو ببینین، بلکه بهتون کمک میکنه که جایگاه شغلیتون رو هم حفظ کنین.